بررسی فوری خبرها و بحث‌های روز، بحث و تحلیل حساس‌ترین موضوعها با اشتراک کارشناسان داخلی و بین المللی، نگاهی عمیق با عدد و رقم و آمار و حقیقت‌گویی زیر دوربین، نقد و نظر با منتقدان و تحلیل و بررسی با مسئولان، روبرو با خبرسازان و چهره‌های تصمیم گیرنده. خبرنگاران ما با جسارتند و دید نواربرداران ما وسیع. ما حقیقت را با دلیل و آشکار بیان میکنیم، زیرا آزادی بیان با دلیل توأم است. جهان در جهان نما، روزهای شنبه با حافظ محمد علی. سلام، وقت بخیر. برنامه نوبتی جهان در جهان نماست منظور شما. مناسبت‌های دیپلماتی میان تاجیکستان و شاهیگری عربستان سعودی در سیاست خارجی حکومت جمهوری تاجیکستان در اولویت قرار دارد و ظرف 33 سال صاحب استقلالی مناسبت‌های دیپلماتی با شاهیگری عربستان سعودی در حال رشدند. در برنامه نوبتی جهان در جهان نما مهمان خاص داریم. مهمان ما هستند وزیر حج و عمره شاهیگری عربستان سعودی دکتر توفیق ابن فوزان الربیع. قبلا تشریف شما رو به سرزمین بیشتوسای تاجیکستان خیر مقدم میگوییم. تشکر. من از سفر نخستین خود به این کشور و اینچنین به حیث اولین وزیر حج عمره سعودی تشریف آوردن به جمهوری تاجیکستان نهایت شدم. همانطور میدونیم این نخستین سفر شما به تاجیکستان و در عموم نخستین سفر وزیر حج و عمره شاهیگری عربستان سعودی به تاجیکستان است و میگفتید که هدف از این سفر شما در چی است؟ البته هدف اساسی از این سفر رشد سطح مناسبت‌ها بین دو کشور میباشد. سطح مناسبت‌های بین شاهیگری عربستان سعودی و جمهوری تاجیکستان شاهد روابط قوی و استوار بوده. این روند از سال 1992 زمان آغاز شد که شاهیگری عربستان سعودی در قطار کشورهای نخست استقلالیت جمهوری تاجیکستان را رسما اعتراف نمود. این سطح مناسبت‌ها تا به امروز قوی و پایدار باقی ماندند. تشریف چند ماه قبل جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با شاهیگری عربستان سعودی بسیار پرمحتوا و ثمرناک ارزیابی گردید. ادامه بر روند همکاری‌های حسنه هفته‌های نزدیک جلسه کمیته مشترک حکومتی در شهر الریاض برگزار خواهد گشت. علاوه بر این ما آماده ایم برای حاجیان و زائران تاجیک تمام شرایط را فراهم آورده بهترین خدمت‌رسانی ها را در مکه و مدینه برایشان پیشنهاد نماییم. شما در دایره این سفر چندین ملاقات و گفتگوها داشتید با نمایندگان رسمی تاجیکستان و می‌خواستم دایر بر ملاقات و گفتگوهای شما دانسته باشیم و میگفتید که سفر شما به تاجیکستان چه تأثیری گذاشته میتواند به زائران تاجیک؟ واقعا ما جهت گسترش سطح مناسبت‌ها با معاون سروزیر، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس کمیته دین و رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان واخوری‌های ثمرناک داشتیم. اینچنین ما در سمت رشد مناسبت‌های آویاسیای گراژدانی یک گام استوار برداشته لایحه پروتکل علاوگی سازشنامه حمل و نقل هوایی را میان کمیته دولتی آویاسیای گراژدانی شاهیگری عربستان سعودی و اجنسی آویاسیای گراژدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با امضا رسانیدیم که این اقدام شماره پروازها را بیشتر و در سمت همکاری‌های آویاسیا یک تغییرات صفتی به وجود خواهد آورد. موضوع پروازها به سمت شاهیگری یکی از چالش‌های بزرگترین شهروندان تاجیکستان باقی میماند و پروازهای مستقیم بین دو کشور این روند را به مراتب آسان خواهد نمود. ما مشاهده کردیم که اکثر سیاحان توسط کشور سیوم به شاهیگری می آیند و راه اندازی خط سیرهای مستقیم ارزش سفرها را کاهش و دسترسی را به پروازها آسان خواهد نمود. باید قید نمود که شرکت‌های هواپیمایی در ماه‌های آینده از پروازهای مستقیم خود درک خواهند داد و خط سیرهای مستقیم بین مدینه منوره و دوشنبه راه اندازی می گردند. في تسهيل القدوم وتقليل التكاليف
على المواطنين الطاجيكيين عند قدومهم إلى المملكة العربية السعودية. همونطور میدونیم سال گذشته خطسری هوایی میان دوشنبه و جیده افتتاح یافت و میگفتید که شده شوی همین خطسر چی تاثیر گذاشت در روند افزایش شماره شهروندان تاجیکستان که به حیث سیاح و به حیث زائر میروند و شاهیگری عربستان سعودی عین حال برای دسترس کردن روادید چه اقداماتی روی دست دارد؟ البته شایگری در مسئله روادید شرایط‌های زیاد فراهم آورده است و حالا گرفتن روادید عمره و روادید سیاحی در شکل الکترونی صورت گرفته برای کل شهروندان تاجیکستان دسترس است. این چنین روادید ترانزیت با نرخ نسبتاً ارزان و به مدت 4 روز داده می شود. این ترتیبات نو و آسانی دسترسی با آن شماره سفر شهروندان تاجیکستان را به شایگری نسبت به پیشتر آسان کرده است. استراتژی چشماندازی سعودی 2020 چگونه استراتژی است و برای بهتر نمودن شرایط زائران چی تاثیرگذار بوده میتواند؟ طبعا احد المستهدفات الرئيسيه یکی از هدف‌های شایگری تا سال 2030 طرح راه‌های آسان برای قدوم حاجی و عمره‌گران به مکه و مدینه و سفر جالب و خاطرمان برای آنها میباشد. راجع به طرح آسانی‌ها ما قبلا درباره آسانی گرفتن روادید، افزایش شماره پروازهای مستقیم صحبت آراستیم. وابسته به ترتیب سفر ما کوشش داریم تا ترتیبات سفر با آسانی انجام گیرد. از لحظه رسیدن به کشور سر از تفتیش شناسنامه‌ها تا اقامت و مهمانخانه و نقلیات باید به آسانی صورت گیرد. برای مثال تفتیش شناسنامه‌ها تقریباً از 3 تا 4 دقیقه وقت می‌گیرد. تا مکه رسیدن در کوتاه‌ترین مدت صورت می‌گیرد. حالا مهمانان مکه از دیدن مکان‌های تاریخی و اثرهای قدیمه بهره‌ور می‌گردند. مکه و مدینه دارای موضع‌های باستانی قدیمه بوده، حاکی تاریخی ناتکرار رسول خدا صلی الله علیه و سلم و یاران او میباشند. ما برای دسترسی به این موضع‌ها و شناسایی مهمانان به تاریخ بزرگ اسلام اقدام‌های زیادی را انجام دادیم. آیا میتواند تاجیکستان با این اقتدار و ظرفیت‌هایی که دارد در ساحه سیاحی با شاهیگری عربستان سعودی در این سمت نیز همکاری‌های متقابلا سودمند را رونق دهد؟ سؤال جميل جدا واتفق معك ان اول شيء طاجيكستان بلد جميل وجاذب للسياح. سوال خیلی جالب. من با شما راضی هستم که تاجیکستان یک کشور زیبا و جالب برای سیاحان است. من بار اول در شهر دوشنبه قرار دارم و سطح روند رشد آن خیلی پسندم آمد. سطح خدمت رسانی عالی، کشور زیبا و از همه مهم مردم مهمان نواز و مهمان دوست دارد. تاجیکستان دارای اقلیم و جغرافیای رنگارنگ و کوههای بلند دلچسب بوده برای سیاح جالب است. من بر آن فکرم که تاجیکستان دارای گنج‌های جالب سیاحی است که مردم باید از آنها آگاه باشند و عملی سازی خط‌سیرهای مستقیم بین شایگری عربستان سعودی و جمهوری تاجیکستان و افزایش پروازها بشبهه در جلب سیاحان عربستان سعودی به تاجیکستان مساعدت خواهد کرد و شاید این مسئله ضرورت به ترویج و اعلان و معرفی تاجیکستان در داخل شایگری داشته باشد. زیارتها بالتأكيد بيكون جاذب جدا للمواطنين السعوديين. همونطور میدونیم سال 2030 شایگری عربستان سعودی از نمایشگاه بین المللی اکسپو 2030 میزبانی میکند و میگفتید که این چگونه نمایشگاه است و آیا شرکت‌های سیاحی تاجیکستان میتوانند در بازار سیاحی شایگری عربستان سعودی یا که در این نمایشگاه اشتراک کرده و که موقع خود را پیدا کنند؟ نعم المملكه سوف تضيف اكسبو. شهر الریاض عربستان سعودی میزبان نمایشگاه اکسپو 2030 خواهد بود و ما بشبهه برای اشتراک تاجیکستان و شرکت‌های تاجیکستانی در نمایشگاه و یا دیگر فعالیت‌ها تلاش خواهیم نمود. ما بر رشد همکاری‌های اقتصادی دو کشور خیلی میل داریم و طور ذکر گردید با این مقصد و جهت بررسی همکاری‌های اقتصادی متقابله جلسه نوبتی کمیته مشترک حکومتی که از جانب عربستان سعودی وزیر سرمایه‌گذاری و از جانب تاجیکستان رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی به عهده دارند هفته‌های نزدیک در شهر الریاض برگزار می‌گردد. در آخر برنامه تمنیات نیک شما رو می‌خواستم به مردم تاجیک دانسته باشم. اقول حقیقتا في أول زيارة لطاجيكستان أنا سعيد جدا بالزيارة.
راستی من از دیدن تاجیکستان خیلی خوشحالم. کشور زیباست و مردم آن واقعا مردم خیلی نیکند و مهمانان را در سطح بلند استقبال میکنند. من هر یک شهروند عربستان سعودی را دعوت میکنم که با زیبایی و مهربانی مردم شما شناس شوند. من آینده کشور شما را درخشان میبینم، مخصوصا که سطح رشد در کشور شما بی‌میلان است. لديكم نمو كبير وانا متفائل طاجكستان سوف يكون لها مستقبل حضاري كبير بمشيئة الله. بار دیگر خوش آمدید به تاجیکستان. کدوم این بارک شما رو به سرزمین آفتابی تاجیکستان خیر مقدم میگوییم و سپاس از اون میکنیم که فرصت پیدا کرده تا در برنامه ما اشتراک داشته باشید. جهان سپاس. برنامه جهان در جهانما بود منظور شما. با تحلیل یک موضوع در برنامه نوبتی با شما دیدار خواهیم داشت. شب و روزتان خوش.